سلام به شما بینندگان برنامه چه باید کرد، برنامه تصویری کارزار پشتیبانی از کارگران ایران. اخیراً بحثی حول تشکلیابی کارگران در جنبش کارگری و در بین فعالین کارگری راه افتاده. تعداد زیادی روی این موضوع صحبت کردن، بحث کردن و نظرات خودشون رو مطرح کردن. اما این بحث از سر ضرورتی که امروز تشکلیابی کارگران به عنوان یک عرصه مهم مبارزه طبقه کارگر برای اینکه بتونه از وضعیتی که الان درونش هستش بیاد بیرون مطرح شده. اما جدال طبقه کارگر و سرمایه‌داری جدالی هر روزه، نبردیه که در اون یه طرف سرمایه‌دارا سعی میکنن که تمامی عرصه ها رو، تمامی قوانین رو، تمامی ابزارهایی رو که در دست دارن در خدمت خودشون بگیرن و سود بیشتری ببرن. در این بین طبقه کارگر هم نیاز داره که ابزارها و ملزومات پیروزی خودش رو در این نبرد بسازه و به هر حال از این نبرد پیروز به میان بیاد. دولت تدبیر و امید سرمایه‌داران، دولت آقای روحانی، از بد و شورش فشارهای مضاعفی رو به کارگران داره میاره. طرح‌های وقایت ضد کارگری، طرح‌هایی که معیشت کارگر رو، زندگی کارگر رو به گروگان میگیره، از تغییر قوانین کار گرفته تا قراردادهای سفید امضا، قراردادهای موقت، ناامنی محیط‌های کار، تمامی طرح‌هایی که امروز به عنوان طرح‌های اقتصادی مطرح میشه، موضوعش اینه که کارگر رو هرچی بی‌حقوق‌تر نگه داره و جیب سرمایه‌دار رو پرپولتر و انباشت سرمایه‌دار رو بیشتر بکنه. اما طرف دیگه نبرد طبقه کارگره. از کارگران معدن آقدره تکاب گرفته تا باف تا پتروشیمی‌های خوزستان، اعتراض در اکثر مراکز کارگری در جریانه. کارگران امروز اعتراض میکنن، اعتصاب میکنن به خاطر اینکه دستمزدشون بالا بره، به خاطر اینکه ایمنی محل کارشون بیشتر بشه، به خاطر اینکه بتونن از یک رفاه مناسب اجتماعی برخوردار بشن. این هم یک طرف دیگه نبرد. اما در این نبرد فعالین کارگری، طبقه کارگر از هر کوششی دریغ نمیکنه. در کارخونه اعتصاب میکنه، اعتراض میکنه، خیابون میبنده. با خانواده‌هاش در سطح شهرها ما دیدیم که راهپیمایی میکنن، تومار مینویسن به مراکز و جاهایی که فکر میکنن که میتونه منشأ اثری باشه. در مقابل مکانهای دولتی، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها تجمع میکنن، پلاکارد میگیرن و سعی میکنن که با نیروی خودشون فشاری رو به دولت و سرمایه‌داران وارد بکنن و اونها رو وادار بکنن که مطالباتشون رو پاسخ بده. اما چیزی که در این وسط غایبه حضور متشکل طبقه کارگر هستش. حضور متشکل طبقه کارگر الان رو ما می‌بینیم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه تشکل، ابزاری که این حضور متشکل رو باید تامین بکنه وجود نداره و اون مسئله تشکل طبقه کارگره، تشکل توده‌ای طبقه کارگره که خود کارگرها باید به سمت اون برن و اون رو تشکیلش بدن. در این میان فعالین کارگری خب نقش مهمی داشتن در سالهای گذشته، به خصوص در سال 83 که تشکل‌هایی رو سازمان دادن. در ادامه این مبحثی که اخیراً مطرح شده، تشکلیابی کارگران، با مرتضی فاتح از طریق خط تلفن صحبتی داریم که امیدوارم این ارتباط برقرار باشه و موضوع تشکلیابی کارگران رو با ایشون مطرح میکنیم. با سلام به شما مرتضی فاتح، مرسی که برنامه ما رو در برنامه ما حضور پیدا کردی و دعوت ما رو قبول کردی. من هم سلام میکنم خدمت شما و بینندگان برنامه‌تون و متشکرم از اینکه منو به این برنامه دعوت کردین. اخیراً این بحث رو حتما شما دنبال کردین به عنوان فعال کارگری. از
تشکل‌های کارگری، فعالین کارگری نظراتی رو مطرح کردن و حتی سازمان‌ها، احزاب سیاسی با برنامه‌هایی مثل میزگرد و دیگه نظرات فردی حول و حوش تشکلیابی کارگرانی که چطوری تشکل درست میشه، تشکل توده‌ای چیه، تشکل سراسری چیه، همین نظرات خودشون دادن. اما به چه دلیل پتانسیل بالای اعتراض طبقه کارگر به صورت یک وزنه اجتماعی تعیین کننده در روندهای سیاسی اقتصادی جامعه امروز عمل نمی‌کنه و نارضایتی عمومی کارگران رو که امروز ما می‌بینیم در همه جا میشه مشاهده کرد در قالب اعتراضات اجتماعات و اعتصابات به شکل یک طبقه سازمان یافته متجلی نمیشه. همونجوری که شما در ابتدای صحبتتون گفتید، حضور طبقه کارگر به عنوان طبقه تعیین کننده اجتماعی، چون به هر حال اعتراضات کارگری، اعتصابات و کلا مبارزه طبقه کارگر به عنوان طبقه کارگر در روندهای اجتماعی عموما، حالا سیاسی رو خیلی نمیتونیم هنوز روش صحبت بکنیم، ولی در روندهای اجتماعی مؤثره. نه اینکه تأثیر تعیین کننده داره، ولی بسیار مؤثره. ولی چرا به اون سوال به نظر من اینه، چرا جنبش اعتراضی طبقه کارگر که به این وسعت و به این قدرت در حقیقت توی جامعه جریان داره به یک نیروی سیاسی اجتماعی ترجمه نمیشه؟ مسئله اینه چرا اعتراضات کارگران پیرامون دستمزدها، پیرامون حق تشکلیابی مستقل، همه اینا، دستمزدهای عقب افتاده، به اصطلاح قراردادهای جمعی، اینا چرا در قوانین و تأثیر تعیین کننده ای نداره؟ ببینید الان دستمزد داره تعیین میشه، نمایندگان کارگری که حضور ندارن، حالا تشکل مثل شورای اسلامی یا مثلا خانه کارگر که خب عملا بخشی از حکومتن، یعنی نماینده طبقه مستقل کارگر نیستن. منظور اینه که چرا علیرغم این پتانسیل بالا، این گستردگی طبقه کارگر، اعتراضات طبقه کارگر تأثیر مستقیمی توی تعیین میزان دستمزدها مثلا نداره. اگه بخوایم به این چیز برسیم، همون به اصطلاح تیتر برنامه شما گویای همه چیز، تشکلیابی، چون طبقه کارگر به عنوان تشکل کارگری، به عنوان تشکل‌های توده‌ای کارگری که بتونن وارد چانه زنی بشن با دولت سرمایه‌داران، به این شکل هنوز وجود نداره. یه تشکل فعالین کارگری مثلا تومار تهیه هم جمع میکنن، ولی عملا میبینید باز توسط دولت ندیده گرفته میشه توی سال قبل برای تعیین دستمزد، حداقل دستمزد. به نظر من اگر بخوایم سراغ جواب به این موضوع بریم، باید به خود وضعیت طبقه کارگر نگاه بکنیم. طبقه کارگر ایران علیرغم این پیشینه تاریخی به اصطلاح پربارش نه خیلی گذشته، نمیریم به انقلاب مشروطه، توی همین 30 سال گذشته، 30 سال پیش که یه رژیم رو ساقط کرد قدرت اجتماعی طبقه کارگر، امروز توی معادلات سیاسی طبقات توی جامعه ایران تأثیر تعیین کننده‌ای نداره، به خاطر اینکه تشکل نداره، به خاطر اینکه به عنوان یه طبقه اجتماعی تشکلات خودش رو، تشکلات توده‌ای، من منظورم اصلا تشکل فعالین نیست، تشکل فعالین خب یه مورد استثنایی توی ایران که وجود داره، لازمه، همه چیزایی رو قبلا توضیح دادیم که چقدر مهمه این تشکلات، ولی اینا تشکل اجتماعی طبقه کارگر نیست. اینا نمیتونه تأثیر رو که مثلا اتحادیه هرچند سازشکار اروپایی که نمونه‌هاشو بسیار داریم، تأثیری رو که حتی اون اتحادیه توی توازن قوای اقتصادی جامعه دارن رو ایجاد بکنن، با وجود اینکه یه تشکل میانه روی کارگری، فعالین کارگری توی ایران بسیار رادیکالتر از یه اتحادیه مثلا متمایل به احزاب چپ اروپاییه، ولی با این وجود می‌بینید تأثیری نداره. حالا من وارد اون قضیه نمیشم که خود این تشکلات چه ایرادی دارن و مشکل به اصطلاح فعلی چیه توی این تشکلات، وارد اون نمیشم، چون الان داریم به وضعیت خود کل طبقه کارگر به اصطلاح راجع به اون صحبت میکنیم. من میگم طبقه کارگر به عنوان یک طبقه اجتماعی با تشکلات خودش، با اهرم‌های اجتماعی اعمال قدرتش که الزاماً سندیکا یا اتحادیه یا مجمع عمومی یا فلان نیست،
نیروهایی هستند که پشت سر خودش داره، نیروهای اجتماعی دیگه ای رو که پشت سر خودش بسیج میکنه، اینا وجود نداره تو جامعه ایران. طبقه کارگر رو ببینید الان اعتصاب کارگران بافت خب به طور مثال ببینید، خب 5000 کارگر اومدن یه خواسته داشتن در مورد وضعیتشون، در مورد شهرشون، در مورد همین وایسادن، این خواسته رو نیم بند به کرسی نشوندن. ولی بعد از اون چی؟ بره تا دوره دیگه ای که یه اعتراض دیگه بخوان بکنن که آیا رهبران فعلی توی این اشل باشن که یه اعتراض جدی تر سازمان بدن یا ندن. رابطه فعالین کارگری مستقل از بافق با اینا چی شده؟ به کجا رسیده؟ آیا از توش چیزی اومد بیرون؟ از توی این یه مبارزه جدی که به هر حال دیگه 5000 کارگر که یه شهر دارن اداره میکنن، این دیگه شوخی نیست، این دیگه اعتصاب بر سر نمیدونم 200 کارگری که اخراج شدن دستمزدشون رو میخوان بگیرن نیست. یا مثلا همین امروز کارگرای واگن پارس دارن یه اعتراضی میکنن به هر دلیلی، چند روزه با یکی از نظامی بسیار ارگانهای نظامی هار تو ایران در افتادن و مقابلش وایسادن، علیرغم همه تهدیدات مستقیمی که نمایندهای سپاه پاسداران کردن کارگرای واگن پارس رو. میگم به هر خواسته مهم نیست، ولی وایسادن در مقابلشون و الان چند روز اعتصاب کردن و اجازه نمیدن بسیار روند معمول کار توی. میخوام بگم اینا ترجمه نمیشه به تشکیلات، اینا نمیاد تو حد مبارزه اجتماعی که توی لایه‌های قدرت اجتماعی در جریان. بس اینه که خب چرا نمیاد؟ میره حکم شلاق میگیره، حکم نمیدونم طولانی مدت زندان میگیره، بعضا خیلی هاشون بیکار میشن. همه این در واقع تهدیدها در برابر کارگر که امروز اعتراض میکنه هست. آیا کارگر سوادشو نداره؟ آیا کارگر تجربهشو نداره؟ آموزش ندیده؟ چی هستش که نمیره سراغ تشکل درست کردن؟ متوجه نیست. یعنی تشکل اگر نداشته باشه خب پس فردا میان اینو تیکه تیکش میکنن، 10 تاشون اخراج میکنن، 5 تاشون زندان میکنن. این موضوع هنوز این سوال سر جای خودش باقیه. چرا تشکل ایجاد نمیشه؟ سنتش نیست؟ چرا تو جای دیگه بوده؟ یا اینکه نه، زمانی لازمه، یک به اصطلاح ملزوماتی لازمه. این به اصطلاح به این سوالات چطوری پاسخ میدین؟ موضوع چیه؟ چرا نمیشه؟ ببینید من به نظرم پاسخ توی بخش دومه، یعنی ملزوماته. چون کارگر به تنهایی وقتی که داره کار میکنه یا حتی 100 تا کارگر 500 تا کارگر توی صنعتی دارن کار میکنن، خب دارن به طور روتین کار میکنن. وقتی میبینید اعتصاب میکنه در مورد دستمزد عقب افتاده، چون به طور مستقیم مخاطب قرار گرفته، ولی تشکلیابی عموماً به طور مستقیم کارگر بهش نمیرسه. وقتی حقوقش ندن گرسنه میمونه، مجبور اقدامی بکنه. ولی برای ساختن مثلا سندیکای اتحادیه این ضرورت هر روزه زندگیش نیست. کارگر میدونه که قدرت جمعیش خب خیلی بیشتر از قدرت فردیشه، اینو تو زندگی روزمرهش، توی کارش، تو همینا متوجه. ولی اینها کافی نیست واسه ایجاد تشکل یا در اومدن به صورت طبقه تعیین کننده توی جامعه. اینا آگاهی عمومی همه جامعه است که آره قدرت توی حرکت جمعیه یا کارگرها تعیین کنندنی، ولی این تبدیل به آگاهی برای ایجاد تشکل نمیشه. ملزوماتی لازمه. این ملزومات چیه؟ یکیش عناصر فعال کارگریه، فعالین کارگری. به نظر من اینا تعیین کننده است. یعنی هر تشکلی رو که میبینید از دوره جوهیل بگیرین بیاین تا امروز، فعالین کارگری اینا رو ایجاد کردن، نه توده خود به خودی کارگران. یعنی کارگر صبح نمیشه بره بگه خب امروز بریم یه اتحادیه درست بکنیم. فعالین کارگری تلاش میکنن به اشکال مختلفی که این تشکل‌های توده طبقه کارگر رو بسازن و اگر ایرادی هست توی وضعیت فعلی طبقه کارگر، به نظر من به خود کارگر به صرف بر نمیگرده. اجازه بدین این موضوع رو من یکم بازترش بکنم. ببین موقعی که اعتصابی شکل میگیره، معمولا اعتراض و اعتصاب کارگر بر بستر یک مبارزه اجتماعی، یک ضرورت واقعی زندگیش هستش. حالا یه دستمزد یا کارگری توی سانحه کار کشته میشه، صدمه ببینه و کارگر خوب میبینه که زندگیش در خطر، میره یک اعتراضی رو سازمان میده. درست؟ این سازمان دادن یک به خصوص اعتصاب سازمان یک عناصری میخواد. یعنی کارگرها به قول شما همینجوری صبح بلند نمیشن میگن خب امروز اعتصاب میکنید، یا اینکه چون
حقوقمون رو ندادن، خب فردا اعتصاب میکنیم. حتما یه تعداد آدم هستن که میان تو کارخونه، حالا یا همون روز میان یا قبلش صحبت کردن. اینها رو ما بهشون میگیم بالاخره چی میگن؟ فعال کارگری یا پیشرو کارگری یا کارگر جسور، کارگری که بالاخره چی میگن به نسبت بقیه آگاه‌تره یا اینکه جسارت بیشتره. بالاخره اینا هستن که اعتصاب رو پیش میبرن یا راه میندازن. خب چرا اینا که میگیم ملزوماتش، بخشی از این ملزومات دیگه، اینا چرا به فکر تشکل نیستن؟ اعتصاب راه میندازن ولی اعتصاب رو ادامه میدن، نمیدونم ممکنه که خواسته هایی رو هم بگیرن، به زندان هم میفتن، ولی تشکل توش در نمیاد. شما اشاره کردیم، میگیم یکی از ملزوماتش اینه که رهبر کارگری باشه، آدم جسورش باشه، نمیدونم. خب ایناش هست، ولی هنوز میبینیم که تشکل توده‌ای کارگری به غیر از شرکت واحد و هفت تپه که اونها هم به دلایل خب اون به داخل بحثش جای دیگه هستش، الان دوچار رکود شدن و به هر حال ما چیزی ازشون نمیبینیم، در واقع حرکت ازشون نمیبینیم. این رو چطور توضیح میدید؟ ببینید، رهبران عملی کارگران با فعالین کارگری دو تا مقوله متفاوتن. رهبر عملی کارگری بس کارگریه که توی محیط کاری حرفش برو داره، یعنی بنا به تجربهش، بنا به توانایی فردیش تو محیط کار، توی محیط کار خودش، اینا رهبران عملی کارگر هستن. یعنی رهبری که جدای از هر نگاهی، جدای از هر تئوری، جدای از هر ایدئولوژی که در نظر بگیره، میاد توی کارخونه و میتونه کارگرها رو حول مثلا عیدی یا پاداش امسال دور خودش جمع بکنه، اعتصاب را بندازه. معمولا هم یه وجهه اجتماعی به قول معروف وجیه الملن توی اون محل کارشون، ولی این دلیل نمیشه که اینا رو با اون فعالین کارگری که اتحادیه درست میکنن، سندیکا درست میکنن، مجمع عمومی را میندازن، شورا درست میکنن، با اینا یکی بگیریم. اینا دو تا تیپن. از فعال به اصطلاح رهبران عملی کارگری، فعال کارگری میاد بیرون، فعالین کارگری میان بیرون، ولی الزاما همه فعالین کارگری رهبر عملی نیستن. اینا دو مقوله متفاوت. الان تو بساط وضعیت طبقه کارگر ایران، اعتراضاتی که میشه روی دوش این فعالین عملی کارگره، یعنی فعالینی که بنا بر همون ضرورتایی که خودتون اشاره کردین دست به عمل میزنن، نه فراتر از اون. ولی فعال کارگری یعنی کسی که خودش رو به عنوان فعال کارگری تعریف میکنه و ایده ها، آرمان ها و به چشمانداز گسترده تری از جنبش کل طبقه کارگر مد نظرشه، من به اونا میگم فعال کارگری. این فعالینن که اینها هستن که مبانی تشکل‌های توده طبقه کارگر رو میتونن شکل بدن در ارتباط با فعالین عملی طبقه کارگر، فعالین میدانی طبقه کارگر، توده طبقه کارگر. به نظر من در حال حاضر اعتراضات کارگری روی دوش فعالین عملیه، نه فعالین مثل طبقاتی طبقه کارگر. فعالین طبقاتی طبقه کارگر توی محیط کار هستن یا نیستن؟ بخشن هستن، بخشن ممکنه نباشن، یعنی این الزامی نیست. بخشی که هستن طی این 30 سال گذشته کجان؟ چیکار کردن؟ ببینید، به نظر من توی دوره‌ای بنا به اجبار، این چیز نیست، یعنی این یه مزیت نیست، بنا به اجبار فعالین کارگری مجبور شدن توی تشکل‌های خودشون رو سازمان بدن که ارتباط مستقیمی با محل کار حتی خودشون نداشت. این اجبار بود، این مزیت نیست. یعنی من نمیخوام این محدودیت ها رو به عنوان پرنسیپ بالا ببرم. به اجبار چنین شکلی رو پیدا کردن و خوشبختانه تونستن سازمان های، گروه های، تشکل های را ایجاد بکنن که این خود این فعالین خودشون رو حفظ بکنن و دخالتگری بکنن توی سرنوشت طبقه کارگر به عنوان فعالین شناخته شده کارگری. خب این مثبت بود، این خیلی قدم مثبت و بزرگی بود که توی اون دوره برداشته شد. خود شما، من و خیلی که الان هنوز توی ایران هستن از کسایی بودیم که توی این زمینه کار میکردیم و این به نظر من نقدی نداره که بگیم چرا این شکل به وجود اومد. این ضرورت اون دوره بود و به وجود اومد و کار بزرگی هم بود. ولی در ادامه خودش من فکر میکنم این فعالین این رو تبدیل کردن به یه سبک کار. به این موضوع برمیگردیم که خب فعالین کارگری
در دوره مشخصا سال 83 تشکل‌هایی رو شکل دادن، سازمان دادن و در اون مقطع زمانی این تشکل‌ها با وجود تمامی اختلافات سیاسی که خود عناصر تشکیل دهنده این تشکل با هم دیگه داشتن، ولی به هر حال چون به عنوان یک ضرورت زمانی خودش بود تشکیل شد تا یه چی میگن جاهایی هم پیش رفت، ولی به هر حال مسکوت موند. به این برمیگردیم. ولی من منظورم اینه که به هر حال میخوام بگم که این صحبتی که میکنیم میگیم که به اصطلاح فعالین میدانی، یعنی کسایی که هستن طبق کارگر مثل باف، نمیدونم کارگر شناخته شده هم نیستن، اعتصاب سازمان میدن بنا به ضرورتی که داره، چون حقوقش پرداخت نمیشه، چون نمیدونم حقوقش دستمزدش کمه، یا اینکه حق نهار نداره یا سرویس نداره، همینا رو میرن. ولی من کلا اینه که بالاخره از توی اینا چرا فعال کارگری شاغل در محیط کار از توش در نمیاد؟ مسئله امنیت من میفهمم، یعنی یک چیز واقعی هستش، ولی بالاخره جاهای دیگه تمام دنیا مسئله امنیت هست، مسئله سرکوب هست، ولی اونجا فعالین در واقع درون طبقه کارگر به عنوان فعال کارگری میرن حداقل شروع میکنن به تشکل درست کردن. ممکنه از تشکل درست نشه، ممکنه که بگیرن بندازنش زندان، ممکنه که ترورشون بکنن، ممکنه هزار تا بلا سرشون بیارن. ولی تو ایران آیا همچین نطفه هایی اصلا بسته شد بعد از انقلاب یا نشد؟ این چرا؟ بالاخره ببینید از رهبران عملی کارگری بالاخره فعال کارگری میاد بیرون. شما به همین جمعیت فعلی فعالین کارگری نگاه بکنید ببینید خب اینا همه سن و سال من و شما نیستن از عهد مشروطیت تا الان فعال کارگری بوده باشن. خیلی از اینها جوونن، خیلی از اینها بچه‌های بعد از انقلابن و خوشبختانه این فعالین بازتولید شدن، چون فعال کارگری الزاما نیست که توی کارخونه مثلا فلان کار بکنه یا کار نکنه. ممکنه شغلش ارتباط داشته باشه با طبقه کارگر یا بخشای مثلا غیر جنبی طبقه کارگر. یعنی میخوام بگم فعال کارگری الزاما توی چیزای تولید نیست، ولی اکثر اینها از همین مراکز کار و تولید اومدن بیرون. یعنی اگه قرار بود فعالین کارگری ما همون کسایی باشن که از انقلاب 57 اومده باشن بیرون، الان همه بازنشست شده بودن، یعنی اصلا ما فعال کارگری نداشتیم. ولی جمعیت رو به رشد فعالین کارگری تو ایران نشون میده که نسل‌های بعد از انقلاب به اینا اضافه شده و اینا ابتداً از روی اندیشه و کتاب خوندن و مطالعه نیومدن بیرون، از شرایط عینی زندگیشون بوده که به این عرصه کار اجتماعی پیوستن. سوالی که مطرح کردم میدونید به این دلیل بود که میگن فعالین کارگری خارج از محیط کار، تشکل‌های فعالین، یعنی انگار جنبش کارگری یه چیزیه، این فعالین کارگری یه جای دیگه وایستادن. تشکل‌های تاکنونی مثل کمیته پیگیری، هماهنگی، اتحادیه آزاد یا اینا هم یه چیزای دیگه یعنی که چی میگن جدا از جنبش کارگری هستن. من خودم معتقدم خب اینا بخشی از جنبش کارگری هستن به دلیل شرایطی که تو ایران هست، حالا شرایط اقتصادی، شرایط سیاسی، این در واقع شکل از سازماندهی رو ایجاب کرده و اینا رفتن. منتها برمیگردیم به این سوال چون وقت زیادی هم نداریم. فعالین کارگری در سال 83 بنا به ضرورتی تصمیم گرفتن که کمیته‌ای رو ایجاد بکنن و رفتن سراغش و ایجاد کردن. هزینه پرداخت کردن، تعدادشون در همون موقع احضار شدن، بازداشت شدن. در طی پروسه فعالیتی که الان دارن تعداد زیادشون از کمیته پیگیری، شاهرخ زمانی تو زندانه و بهنام ابراهیم زاده، از کمیته هماهنگی تعداد زیادی الان بازداشت هستن، تعداد زیادی احضار شدن. اخیراً جعفر عظیم‌زاده از اتحادیه رو احضارش کردن و هزینه‌های زیادی رو پرداخت کردن در قبال خدمتی که میخوان به جنبش کارگری بکنن. ولی این سمتگیری، این جهتگیری تا یک مقطعی پیش میره، از یک مقطعی انگار که چی میگن یک قفلی به پای اینا زده شده. طی 2 سال گذشته هیچ گونه کار به اصطلاح عملی جدی به غیر از اون 40,000 امضایی که اتحادیه جمع کرد که به اونم اشاره میکنیم که بالاخره اونم به کجا رسید. این که رفتین 40,000 تا امضا جمع کردین، 40,000 تا کارگر دنبالش رفتین، اسمای واقعی بالاخره
چه تأثیری به اون برمیگرده. ولی خود این فعالین طی 2 سال گذشته حتی نتونستن سر تعدادی از فعالین شناخته شده دیگه که تو زندان هستن یه اطلاعی مشترک بدن. نتونستن سر دستمزد که الان میلیون ها کارگر داره باش دست پنجه نرم میکنه، نتونستن یه اطلاعی مشترک بدن. نتونستن 7 میلیون 8 میلیون دولت داره اعلام میکنه که بیکار دارن، سر معضل حل بیکاری بشینن یک اطلاعیه بدن، در حالی که خود طبقه کارگر سر دستمزد مجموعاً دارن اعتصاب میکنن، اعتراض میکنن. ولی فعالین به اینجا که میرسه خب این انگار که قفلی به پاشون زده شده، کار مشترکی نمیتونن بکنن. این از کجا در میاد؟ متاسفانه وقتتون اجازه نمیده، باید خیلی تفصیلی به این قضیه بپردازیم، ولی من به طور مختصر اشاره میکنم. ببینید جنبش طبقه کارگر مثل همه پدیده های دیگه توی عالم یه امر متغیره، یه ثابت نیست. یعنی ما یه داده ثابتی نداریم به عنوان طبقه کارگر و جنبش کارگری. اینا تغییر میکنن، مخصوصا امروز که به اصطلاح اشکال بروز اجتماعی طبقات تغییر میکنه به سرعت. ببینید الان بورژوازی جهانی یا حتی بورژوازی در مقیاس‌های ملیش مرتباً داره اشکال اقتدارش رو تغییر میده، مرتباً در ارتباط با بحران‌ها یا معضلات اجتماعی که براش به وجود میاد پوزیشنش تغییر میده. این فقط مربوط به بورژوازی نیست، تمام جامعه همین وضعیت رو داره. یعنی شما طبقه کارگر ایران رو مقایسه کنید با طبقه کارگر ایران توی 20 سال پیش، ببینید ماهیتاً داره تغییر میکنه، ماهیتاً تغییر کرده. شرایط عمومی جامعه خیلی تغییر. ببینید امروز جعفر عظیمزاده رو احضار میکنن مثلا به دادگاه که میخوان محاکمش بکنن، ظرف 10 دقیقه این تو تمام مدیای اجتماعی داخل و خارج منعکس میشه. خب این امکانی که طبقه کارگر به وجود آورده 10 سال پیش اینو نداشت، 20 سال پیش اینو نداشت. در چه شرایط ابراز وجود اجتماعیش، یارگیری اجتماعیش هم باید با همین مناسبت به همین نسبت تغییر بکنه. تشکل کارگری که محصول دهه 80، ضرورت‌های دهه 80، آیا فکر میکنید در اواسط دهه 90 با همون سیاست، با همون شکل هنوز جواب میده؟ من فکر نمی‌کنم. یعنی اگر تشکل‌های مستقل به اصطلاح کارگری، تشکل‌های فعالین نتونن خودشون رو با شرایط جدید، با پیچیدگی‌های جدید اجتماعی اقتصادی جهان خودشون رو منطبق بکنن، خب طبیعتا همین وضعیت میشه که می‌بینید. شما میگید نمیتونن راجع به دستمزد کار مشترک بکنن. الان شما به هر کدوم از این تشکل‌ها به طور مستقل مراجعه بکنید، بگید که حداقل دستمزد باید 3 میلیون باشه، اگر نگن کمه باش موافقن. ولی هیچ کدوم از اینا توی یه سال گذشته حاضر نشدن پای یه اطلاعیه مشترک بر سر دستمزد برن. چرا؟ چون من فکر میکنم توی دوره دیگه‌ای موندن، هنوز مسائل سیاسی خارج از خودشون. منظورم این نیست که اون سیاست خارج از طبقه کارگر، ابدا اینجوری نیست، ولی میخوام بگم محظورات سیاسی، محظورات ایدئولوژیک، محظورات تشکیلاتی خودشون باعث میشه که از یک کار مشترک سر باز بزنن و عملا این وضعیتی بشه که داریم میبینیم. ببین بعضی از فعالین کارگری میگن تو ایران سکتاریسم یه مشکل اساسی. من موافقم، ولی خود اون کسایی هم که دارن میگن به نوعی تو سکتاریسم خودشون درگیرن. یعنی همون هم که دارن سکتاریسمو دارن نقدش میکنن، از زاویه یه تشکل خودشون دارن به اون قضیه برخورد میکنن، نه از زاویه منفعت عمومی طبقه کارگر. یعنی منظورم اینه که اگر مشکلاتی هست مربوط به همه تشکل‌های موجوده، درجه چپ بودن یا راست بودن اینا نیست که تعیین میکنه چه مشکلاتی رو ایجاد میکنن یا چه مشکلات دامن میزنن. من فکر میکنم اگر فعالین فعلی کارگری در روش‌های کارشون، در نگاهشون به طبقه کارگر، در نگاهشون به جنبش کارگری بازبینی نکنن، خودشون رو بروز نکنن، توی همین سنت میمونن. این سنت بازدارنده است، سنت فعال به تشکل‌های کاری. اشاره کردیم به سکتاریسم که یکی از فعالین کارگری هم به این اشاره کرده. مازیار مهرپور در مصاحبه‌ای که کرده بود با یکی از این رسانه‌ها اشاره به سکتاریسم کرده بود. خب برمیگردیم به این که سال 83 کسانی که رفتن کمیته پیگیری و هماهنگی و بقیه رو درست کردن، شکل دادن، با همین تفاوت‌های به اصطلاح نگرشی، تفاوت‌های سیاسی، تفاوت‌های بعضن
وابستگی های حالا تشکیلاتی یا غیر تشکیلاتی، منتها حول یک میز نشستن و به فرض این یک کمیته رو درست کردن، ولی الان نمیتونن این کار بکنن. این دلیلش برای این نیستش که به خاطر اینکه یه جوری همونطور که طبقه کارگر متشکل نیست، پراکنده است، میگیم به معنای تشکلیابیش، احزاب و سازمان‌های سیاسی هم امروز نتونستن یه پلتفرم مشترکی حول سازمانیابی به طبقه کارگر مثل دستمزد بیان یه اطلاعی مشترک بدن. آیا این فعالین کارگری و تشکل‌های کارگری موجود متأثر از این پراکندگی احزاب نمیتونه باشه؟ به نظر من دقیقاً همینه. ببینید فعالین کارگری توی یه سنت سیاسی با خصوصی شکل گرفته وضعیت فعلیشون و در ارتباط با سنت‌های عمومی جنبش چپ قرار دارن. یعنی ما نمیتونیم فعال کارگری مستقل از حکومت اسلامی رو توی ایران ببینیم که متأثر از یکی از جریانات عمومی چپ توی جامعه نباشه. جریانات سیاسی متحزب، سازمان یافته یا نیافته فرق نمیکنه، چون به هر حال میدونید هر گرایش چپی سازمان خودش رو داره، حالا چه به خودش بگه سازمان چه نگه. یکی از دلایلش همینه که به نظر من مشکل از اینجا شروع میشه که یه روش کاری رو، یه سبک کاری رو که توی دوره جواب میده، توی دوره ضرورته، تبدیل میشه به سنت ابدالآبادی. یعنی دیگه هر فعال کارگری میخواد یه کاری بکنه میره همون کاری رو میکنه که 20 سال پیش، 10 سال پیش، 5 سال پیش انجام داد. و مشکل همینه. این امتداد به اصطلاح مشکل جنبش چپ ایران، من سازمان یا چیز به خصوص رو نمیگم، کل جنبش چپ ایران رو میگم، امتداد مشکلات تئوریک ایدئولوژیکشون منتقل میشه به فعالین کارگری. یعنی این ارتباط رو حالا ما به لحاظ امنیتی، خب کیه که ندونه توی ایران جنبش چپ ایران غالب بر جنبش کارگریه، یعنی فعال جنبش کارگری لزوما چپه و خود فیسبوک امروزشون هم برین ببینین، سایتاشون هم برین ببینین، به این نتیجه میرسین. حالا اینکه اطلاعات اینا رو میدونی یا نمیدونی که از حرام من الشمس. یعنی میخوام بگم یکی از مشکلات همینه، چون اون اختلافات عمومی توی جنبش چپ وجود داره منعکس میشه توی خود فعالین کارگری. فعال کارگری هم که میگم بر اساس سنتی داره عمل میکنه بدون اینکه توجه بکنه که شرایط چه تغییری کرده، نیازهای امروز مبارزه طبقه کارگر چیه، وضعیت امروز اصلا طبقه کارگر چیه تو توازن قوای اقتصادی سیاسی. یعنی چپ متفرق توی ایران باعث شده که بالاخره فعالین اون بخشی که در واقع چی میگن، چون گفتیم که غالب بر جنبش کارگری چپ، فعالین در واقع متفرقی رو هم از خودش بیرون میده. یه جاهایی بنا به ضرورت‌هایی با هم دیگه اتحاد عملی میکنن، چیزی درست میکنن، منتها از اونجایی که این سنت بسیار قوی هستش توشون مونده و از این سکتاریسم، از این مثلا چیزی که مثلا میگیم تفرقه‌ای که از هر کی حرف خودشو میخواد بزنه نه بر اساس منفعت امروز کارگران. مثلا نمونه دستمزد، دیگه دستمزد چیزی که همه میدونن 5 برابر 4 برابر زیر خط فقره، روی میشه رفت اطلاعی عمومی داد دیگه. ما هم که این اتفاق نمیفته. این گسست از کجا باید شروع بشه؟ این در واقع برون رفت، تغییر ریلی که الان بهش میگیم سکتاریسم، تغییر ریلی که بهش میگیم مثلا متأثی از تفرقه‌ای که در بین سازمان‌ها احزاب چپ و علل عموم جنبش چپ هستش. این تغییر ریل از کجا باید شروع بشه؟ این رو میشه لطفاً توضیح بدید. تغییر ریلی اگه بخواد، به نظر من تغییر ریلی نیست، تصحیح ریل اگه بخواد اسمشو بزنیم. چون به هر حال ببینید فعال کارگری توی ایران داره زحمت میکشه، داره کار خودشو میکنه، زندگی همه خود شما میدونید، منم میدونم، شنونده هم همه میدونن، ولی این که نتیجه کارش چی میشه اون مهمه. فعال کارگری میره زندان، از زندگی میفته، توی زندان هم همون روش رو ادامه میده. یعنی من نمیخوام بگم اون مقاومت یا اینا، اون منظورم نیست، به لحاظ سیاست میگم، سیاست سازمانی یا تشکیلاتی میگم. یعنی میخوام بگم این مانع کاره. چون ببینید واقعیتشو بگم، به نظر من طبقه کارگر ایران طبقه کارگر 10 سال پیش نیست.
نه به خاطر شرایط اقتصادی امروز، به خاطر تحولاتی که توی جامعه ایران صورت گرفته، پولاریزاسیون طبقاتی که صورت گرفته طی 20 سال گذشته و خیلی آیتمای بسیار زیاده دیگه، به اضافه اون تغییرات اجتماعی عمومی در سطح جهان، پیشرفت تکنولوژی، تغییر مناسبات آدما با هم دیگه، نوع روابط انسان با هم دیگه. خب کارگرم یه آدمی توی این مجموعه خب درنش تغییر کرده. اگر فعال کارگری توی ایران امروز با این شرایط حرکت بکنه و منفعت عمومی طبقه کارگر، نه از منظر آرمان ها و ایدئولوژی ها، از منظر منفعت اجتماعی طبقه کارگر مد نظرش باشه، توی روش های فعلی تجدید نظر میکنه. به قول شما چرا نمیشه حول دستمزد کار مشترک کرد؟ چرا نشه حول تشکل یابی کار مشترک کرد؟ تشکل یابی نه تشکل سراسری، آیا ضرورت آیا غیر ضرورت، اینا بحثای نظریه. جامعه ایران الان تشنه اعمال اقتدار طبقاتی طبقه کارگره. راههای این توی جامعه موجوده، ما نمیتونیم از آرمان‌ها و ایدئولوژی اینا در بیاریم. شرایط عمومی ببینید الان میگم مثلا بافق رو مقایسه کنید، اینا کاری خودجوشه. یا هفت تپه رو، سندیکای هفت تپه که تشکیل شد از یه بر بستر جاری مبارزات طبقه کارگر این به وجود اومد، نه از بیرون از طبقه کارگر. شما و من مؤسسین احیا کنندگان سندیکا رو میشناسیم دیگه از نزدیک. هیچ کدوم از اینا خارج از طبقه کارگر به عنوان یه ایدئولوژی، به عنوان یه چیز وارد نشدن، از ضرورت عینی شروع کردن. به این دلیل سندیکای هفت تپه رو ما امروز ازش اسم میبریم، سندیکای واحد رو ازش اسم میبریم، به دلیل اینکه از بر بستر مشخصی که امروز هم لازمه از همینجا باز شروع بکنیم. به نظر من در شکل‌گیری من یادم میاد در شکل‌گیری سندیکای شرکت واحد و همچنین هفت تپه، خود فعالین کارگری که امروز ما به عنوان فعالین کارگری خارج از محیط‌های کار داریم ازشون اسم میبریم، نقش بسیار زیادی داشتن. توی اون حسینیه‌ای که شرکت واحد گرفته بود تو میدون حسن آباد، فعالین کارگری میومدن اونجا آموزش‌های در واقع سازمانیابی رو برای کارگرها توضیح میدادن و میخوام بگم که نقش داشتن. ولی توی دوره‌ای بود به خاطر اینکه ضرورت تشکیل سندیکا و ضرورت تشکیل سندیکا توی شرکت واحد و هفت تپه به امر مهم و ضروری و اون روز کارگرای این دوتا مرکز تبدیل شده بود و در نتیجه فعالین کارگری رو به دنبال خودشون کشوند و فعال کارگری خودش رو موظف دونست که بره این در خدمت این به اصطلاح تشکیل این دوتا تشکل توده طبقه کارگر باشه. امروز هم من فکر میکنم که همون ریل رو باید ادامه داد. امروز هم بر اساس و بر بستر منفعت عمومی طبقه کارگر این فعالین باید دور هم جمع بشن و به سمت حالا با ارائه یک پلتفرم مشترک، اتحاد عمل روی خواست معینی، یا رفتن حتی تبدیل شدن به یک تشکل به عنوان یک تشکل در همین فعالین در خدمت طبقه کارگر. منتها باید من گفتم این ریل رو عوض کنن، شما گفتین تصحیح ریل، حالا هر چی اسمشو بذاریم. میخوام بگم که این سکتاریسم اگه بذارن کنار، من احساس میکنم که اگه فقط حول دو تا خواسته به میگه آقا ما یه تشکلی داریم میخوایم درست بکنیم، همه اینا حول دو تا خواسته و بریم به جنگ چی میگن سرمایه، بریم به جنگ دولتی که امروز داره معیشت کارگر رو به این وضعیت داره دچار میکنه. به هر حال وقت برنامه‌مون اینجا داره به پایان میرسه و این برنامه رو ما ادامه میدیم و امیدواریم که در برنامه‌های آینده مرتضی فاتح شما رو داشته باشیم و من از همینجا تشکر میکنم که به این برنامه اومدین و به هر حال متشکرم از حضور شما تو این برنامه. منم تشکر میکنم. اتفاقا به نظر منم باید ادامه بدیم، چون وقت برنامه شما کوتاه، مسائل زیادی رو نمیشه باز کرد و بعضی چیزا اگه با عجله گفته بشه ممکنه ایجاد سوء تفاهم بکنه. در نتیجه من فکر میکنم این مسئله رو تا جایی که مربوط به فعالین کارگری میشه باید باز کنیم و راجع بهش توضیحات بیشتری بدیم که دوستانمون دچار سوء تفاهم نشن. من فکر نکنن من یا شما از منظر مخالفت با تشکل‌های موجود داریم صحبت میکنیم. متشکرم. برای امیدوارم کسی سوء برداشتی نکنه، سوء تفاهمی پیش نیاد، چون سوء تفاهم و سوء برداشت مشکلی رو حل نخواهد کرد.
جز اینکه مشکلی بر مشکلات طبقه کارگر و فعالین کارگری و خود ما اضافه بکنه کاری را پیش نمیبره. و ما سعی میکنیم که در برنامه‌های آینده این برنامه رو ادامه بدیم و متشکرم که بیننده این برنامه هستین. امیدوارم که نظرات خودتون رو در آدرس ایمیلی که زیر برنامه هستش برای ما بفرستین و امیدوارم که این برنامه بتونه در خدمت جنبش کارگری باشه. ما سعی میکنیم که در حد و بضاعت خودمون کمک بکنیم، روشنگری بکنیم و بتونیم به هر حال جنبش کارگری رو قدم‌های به جلو هدایت بکنیم. این تلاش ماست و امیدواریم که شما فعالین کارگری، شما کارگران پیشرو، شما کمیته های در واقع تشکلات کارگری در این راه با ما همقدم باشید و بتونیم از نظرات همدیگه استفاده بکنیم.